ویدیو باید 3 سال پیش توی چنل یوتیوبم میذاشتمش، اما الان با 3 سال تاخیر بالاخره قرار این کار انجام بدم. سلام علیکم، چطوری؟ امید به اینکه خوب باشی. من ریحانم، 20 سالمه و دانشجوی رشته روانشناسی هستم. حدود 3 سال پیش باید این ویدیو ضبط میشد و داخل چنل یوتیوبم میذاشتم و بعد از 3 سال تاخیر بالاخره این کارو کردم. صحبت‌های من 3 سال پیش با خودم، اینکه گوشیت خوب نیست، اینکه میکروفون نداری، نورت خوب نیست، نمیتونی صحبت کنی، استرس میگیری، اگر پشت سرت حرف زدن چی، اگر مسخرت کردن چی، اگر ویدیو تو هیچ کس ندید چی. قیافت خیلی زشته، دماغت خیلی بزرگه، اصلا برای چی میخوای ویدیو بگیری؟ صحبت‌های من با خودم برای اینکه هیچ وقت شروع نکنم و بعد از 3 سال مقابله با خودم بالاخره این کارو کردم. شاید اصلا این ویدیو ادیتی نخوره، به خاطر اینکه من یاد گرفتم که با کمترین کیفیت شروع کنم و در طول مسیر کیفیت رو به کارم بیارم. حالا میخوام بهت بگم که هدف اصلی من از زدن این چنل چی بوده. من از سن 13 سالگی شروع به کار کردم و بدون اینکه خودم بدونم در سن 15 سالگی وارد مسیر توسعه فردی خودم شدم. یعنی چیکار کردم؟ دوره دیدم، آموزش دیدم، با هر چیزی که پول در میآوردم یه دوره خرید میکردم، کتاب میخوندم، پادکست گوش میکردم و از هر چیز یک درس میگرفتم و تحلیل میکردم و این باعث شده بود که از همسنای خودم خیلی بزرگتر باشم من از لحاظ ذهنی و این باعث شد که من توی مسیر توسعه فردی بیفتم و اصلا ببینم من چقدر صحبت کردن دوست دارم، چقدر دوست دارم که به دیگران کمک کنم و راهنماییشون کنم و اینطور شد که الان کنار شما هستم و قراره که دست توی دست هم این مسیر رو طی کنیم و با هم دیگه رشد کنیم و هر آن چیزی که به من تا الان کمک کرده به شما بگم و خیلی مسیر هم دیگه رو قشنگ‌تر کنیم. در واقع من از این به بعد توی ویدیوهای بعدی هر چیزی که باعث رشد من شده و تجربیات من هستش قراره باهات به اشتراک بذارم، چون مثل این میمونه که من یک مسیر رو طی کردم و چاله ها رو دیدم، بعضیش افتادم توی چاله، بعضیش رد شدم و قراره این چاله ها رو به تو هم بگم و چقدر دوست داشتم که خودم کسی بود که اینا رو به من میگفت و راهنمایی میکرد. و چیزی که باید اضافه کنم چون حیفم میاد نگمش اینه که از هر 100 نفری که این ویدیو رو میبینن حدودا 95% یا حتی بیشتر میزنن این ویدیو رو که بره، چون اونا دنبال چیزای باحال خنده‌دار با ادیت های آنچنانی و دوپامینن، مخصوصا کسایی که توی اینستاگرام و یوتیوب هستن. و اگر تو تا آخر این ویدیوها رو نگاه کنی یعنی واقعا متفاوتی، یعنی واقعا دنبال رشدی و تو آیندت واقعا متفاوت میشه و من اینجا مثل یک رفیق بدون اینکه ادیت آنچنانی داشته باشی یا بخوام حرفای قلمبه سلمبه بزنم فاصله رو باهات کم میکنم و خیلی راحت اینجا با هم گپ میزنیم و از تجربیات هم دیگه استفاده میکنیم. خیلی دوستت دارم، منتظر ویدیوهای جدید باش چون قراره سورپرایزت کنم در ساده ترین حالت ممکن. مراقب خودت باش.